اکسل هستم. خوشحالم که دارین ویدیو جذاب رو تماشا میکنین. آقا بعد تقریبا 1-2 هفته اومدیم واسه یه رکورد چی میگن سریع خبرن اسکای بلاک که شما خیلی حمایت کردین و اینکه اومدیم آقا ببینیم این قسمت میدونیم چیکار کنیم. هدفمون هم آقا میخوایم تا جایی که میتونیم تو طول 8 دقیقه تا 9 دقیقه به آقا تقریبا نیدر بریم ببینیم چی میشه. خب دوستان آقا اول توی سری قبلی که این آیتم رو ما جمع کردیم یک سری به زمین بزنیم. خب اول پیکاکس دایمندی بسازیم، بریم obsidian ماین کنیم تا دیگه همین دیگه. من یکی دیگه هم اگه دایمند بگیرم یه سعی میکنم یه پیکاکس بخشید یه سورد دایمندی رو بسازم، بخاطر که میدونید که نیدر نمیشه این در میخواییم بریم دایمند هم نداریم. حالا من همجور که از اسکای بلاک زیاد اطلاعاتی نداشتم، بچه ها میگن که میتونی بری چی میگن باید یه گالای بلاک و اینا اوکی کنی یا ولی چی بود؟ این داستانی بود آخه این چی بود؟ چیزی نیست که مومن ترسیدم. شروع کنیم ماین obsidian به قول آقا مرد تیمسار ایش کنه. خب اولین obsidian اینم آخریش. بریم بچه برو کنار نوبی. خدایا اینجا کی حساب کنید از چیزی که نبود انشالله. این زیرا بعدش خالی میکنم و نتیجهشو بهتون نشون بدم. بذار اینجا دیگه سب کن. آیرون فکر کنم داریم. آره اینم که داریم، آیرون هم داریم. اوکی آقا اشغال به راه است. خب آیرون هم بذاریم پخته بشه، دایمند رو بذاریم، پیکاکس هم بذاریم، obsidian هم بذاریم، استیکو هم بذاریم، قابل استفاده رو بدونم یه پیکاکسی بدونم. آقا بریم از اینجا شروع کنیم. کجا رو گسترش بدیم و یا از نظر شما از نظر خب 2 3 4 اوکیه. آجی نگاه کن بدراک، یعنی نگاه کن بدراک واقعا عالیه از لحاظ دیبریجش و اینا واسه یه بدوارز و اینا واقعا از نظر من اوکیه. نظر من که البته مهم نیست ولی خب اینجا از نظر شما چی کار کنم؟ 1 2 3 4 5 6 اوکیه. اینجا
بی تربیت. کنه، دو کنه، 30 کنه، 4 کنه، 5 کنه. اوکی. حالا کجایی؟ آقا راستی من یه مادی گذاشته بودم، ماد نه ادانه اسلحه، که واقعا هم دهان دستگاهشو جور کردم، یعنی واقعا من خواستم یه گوشه جی 7 پیدا کنم تو دوره زمانه، واسم سخت بود و دیگه به سختی از اینکه اینجا اوکی کردم جی 7 داد بهم و این ادانه رو روش تست کردم، چون واقعا رو سیستم رو تست میکنم هیچ مشکلی نداره دارم میگم و از این موضوع اوکیه. روی جی 7 من اجراش کردم فقط با کمی لگ، با FPS خوب، با همه اینا اوکی بود همه چیش و من اصلا باورم نمیشد که اصلا اینجور چیزی امکان داره بشه. خب یه جورایی من اصلا نمیدونم والا چی بگم، پشمام ریخته بود، یعنی در این حد. حالا بماند آقا، اگه خواستید آقا لینک ویدیو رو داخل چنل تلگرام میذارم و میدونم که خوشتون میاد 100% از این ادانه و برین دانلودش کنید، چون واقعا این ادانه اسلحه واسه یه سرور اترنوس که آشغال ترین سرور هست و رایگانه جوابه و لگی از نظر من اوکی نمیکنه واسهتون. خب حالا 12 دستم باشه، ابسیدین رو بده من، اینم بده من. خدا هنوز زوده واسه یه نیدر رفتم، ولی دروازه‌شو اوکی کنی فعلا حساب. اوه استرست، برو بالا. آی خدایا بالاخره یه حرکتی مد نظرمه. یک دو سی. حالا یک دو سی. درست کاره بجی چند وقت هم پیدا ندادم. آره درسته. خب اینجا اکسیژن بده منو. اینم اوکیه و خب اینو و بنازم، یعنی حاجی بنازم و واو در نظر داشتم نرم آقا، سب کنم یه سریع فرنس و اینا بذارم موبم اسپان نشه. پیککس نمیخوام. چی میخوام حالا من؟ وای نمیده من الان اینجا یک رو اوکی کنم. من شسکلات پیدا اوکیه، دیرس داریم دیرس نداریم دیگه دیرت هم میخوایم. چی میخواستم حاجی پشمان دادم رفت. آقا یه چیزی یادم رفت،
بهتون بگم الان واقعا یعنی حالا یادم اومد. آقا ما یه ویلیجر رو یه گوسفند اینجا وقت من وارد شدم دیدم هستن، ترسیدم که آقا اینا یهو دیسپانی بشن حالا بالاخره یا بمیرن حالا بالاخره موارد، و سریع داخل فرنس گذاشتمشون به زور به نزدیک بود ویلیجر بیفته دیگه، به زور نگرش داشتم و خدا رو شکر اتفاقی نیفتاد. حالا آقا بگذاریم اینجا آنچنان مهمی نبود از نظرم. ایشالله که طوری نمیشه. حالا خب یه تورچ توی یادم رفته. اوکیه آقا، جزیره رو نمیدونم من، بچه ها گفتن که از فیسکای بلاک جزیره هست ولی توضیح ندادن که آقا به کدوم طرفی بریم و فلان و اینا. رادیو رادی گیت سر برده پمرش خردی گیت چنو زرده رادیو رادی رو سلامت سر گیتشینم تا بقیام. یه چیزی اوکی کردیم آقا که فعلا چوب نیازیم، چوب اوکی باشه و دیگه گوسفند یکی دیگه اسپان شد که اوکیه واقعا. آقا بریم زیر رو خالی کنیم. من آقا اوف کامرو زیر رو خالی میکنم، هرچی هم آخر کار به دست آوردم یک صحنه خفنی برخوردم ویدیوش آقا اوکی میکنم. خب 1 2 3 و آخرین بلاکایی که آقا داریم مای میکنیم و اینجا رو آقا کامل سلفیدیم. خب آقا من الان ایده هایی به ذهنم رسید، خب که کاملا زیر خالی میکنیم اول کار و اینا خود پارت بعدی انجامش بدیم. اینجا فرم بد جاییه، نمیتونیم مخصوص 100% جابجاش کنیم. از این طرف خب بلاکا رو بیشتر میکنیم، یعنی بازش میکنیم، اینجا رو کامل خالی میکنیم، یه طبقه بندی اینجا انجام میدیم زیر این پورتال و دیگه پایین هم میکنیم آقا چسروم و وسایلمون. اینجا هم آقا یه درگاه فارم میسازیم واسه فارم زامبی و اکسپی و دیگه همه چی جور میشه. بریم بالا، من آیتم ها رو بهتون نشون بدم ببینیم آقا چیا طول این ماه به دست بیاریم. این چیا آقا به دست بودیم. خب اینجا رو پر کنیم یه نیفتیم داخلش. خب آقا آماده اید بریم واسه آیتم ها. 1 2 3. آقا آیتم خاص جمع نکردیم ولی در کل این آیتم ها تو طول 2 قسمت آقا ما اوکی کردیم. آقا تو این قسمت آقا اند نرفتیم و البته پورتالش کامل ساختیم. یه جزیره هم نه دیگه آقا، یه بخش درست کردیم واسه یه درخت، یه دونه درخت. انشالله آقا تو پارت بعدی یه آقا یه جزیره بزرگ میزنیم جداگونه واسه کاشت درخت و اینا و دیگه همین چیزی واسه گفتن نمیمونه. خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. لینک چنل تلگرام از زیر این ویدیو گذاشتم واسه دانلود کردن ادانا و یا اطلاع داشتن از مثلا این خبرهایی که داریم، ویدیوهای جدید و خیلی چیزای دیگه. به چنل تلگرام سر بزنید. تا ویدیوهای دیگه بدرود.